يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وفي بضع أحدكم صدقة. معنى بضع يعني چی میشد اصلش؟ بضع یعنی فرج. یعنی معنای بضع چی میشد؟ یعنی معناش یعنی فرج معناش میتاد. یعنی و فی بضع احدکم صدقه، یعنی معناش اینجا گفته که رسول صلی الله علیه و آله قولش که یعنی وقتی که حتی که اهلت یعنی یعنی زنت اویلت وقتی که جماع میکنه همین تو به صدقه میشد. سبحان الله. حتی جماعی کردگی چی میشد؟ یعنی صدقه حساب میشد. یک لقمه که دهان زنت بمیمونه، مثلا لقمه که حتی خوردنی نوشنه همش چی میشد؟ یعنی اینو صدقه حساب میشد. حتی بضع، حتی من جماع چی میشد است؟ یعنی صدقه میشد است. یعنی اصلش یعنی چی؟ معنای لغویش فرج گفتیم. اینجا رسول صلی الله علیه و آله چی به اشاره کرده سود است؟ جماع به، یعنی جماع طبعا چی به میشد؟ فرج به میشد. یعنی همین جماع به چی است گفت؟ یعنی رسول صلی الله علیه و آله صدقه میشد میگفت. یعنی لیکن این چی صحابه ها به چی شد؟ یعنی اشکال کرد که یا رسول الله ایاتی احدنا شهوته و یکون له فيها اجر. یعنی چی خیلی یعنی یک شهوتش یعنی جماع مثلا چی انسان جماع به میبیاد چی برای چی؟ برای که شهوتش طلب میکرد این چیه یا نمی شهوتش طلب میکند. وقتی که شهوت طلب میکرد انسان چی جماع میکند، یعنی شهوتش ادا کرده استوده با هوای اجر میگیرد. یعنی فکر کردن که یعنی برای اجر گرفتن فقط عملهای چی؟ عملهای مثلا عبادت توی خیلی عملهای جا بیاری. ندونستن که حتی چی؟ حتی همین چیزی که شهوتت که وقتی که قضا میکنه حتی همین به هم تو به چی میشد؟ یعنی اجر داده میشد تو به. و رسول صلی الله علیه و آله چی گفت؟ گفت که ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیه وزر. وزر معنوش معصیه، یعنی گناه. یعنی اگر میگوید همین چیزات نه، یعنی لو وضع یعنی اگر شهوتش حرام به حرام بمونده اگر انجام میداد همین گناه میشد و بیانه. فكذلك اذا وضع في حلال كان له اجر. یعنی چخیلی که حرام به، یعنی حرام به چی؟ به طریق زنا اللواط، یعنی یعمل عمل قوم لوط علیه الصلاه و السلام. همین قوم امینای کرده مثلا چی میکند؟ یعنی این کار چی میشد؟ یعنی حرام میشه. یعنی شهوتش به چکتی قضا کرد به حرام، این چیز چی میشد؟ وای به گناه میشد یا نه؟ اگر همین حلال کتی حل کند چی میشد؟ وای به اجر میشد. این مثلا چی اومد؟ یعنی استدلال النبی صلی الله علیه و سلم بالقیاس. یعنی استخدام النبی صلی الله علیه و سلم القیاس. یعنی همین جنده چی رسول صلی الله علیه و سلم به چی استفاده برد؟ یعنی استخدام کرد قیاس. و قیاس معروف. قیاس مثلا چی میگن تعریف قیاس به؟ قیاس معروفش الحاق فرع، نعم الحاق فرع باصل بالحكم نعم في علة جامعة. على من تعريفي چه؟ تعريفي قياس الحاق فرع بأصل في الحكم بعلة جامعة. الحاق فرع بأصل في الحكم في علة جامعة. یعنی چی گفته گپ؟ الحاق چسبوندن یک فرع اصل به میچسبونه. یک چیزی نافهمایه فهمان به چی میکنه؟ قیاس طبعا ذکر میشد. عموما نزد اصولی ها به قیاس سه به تقسیم میکنند. قیاس چی میگن؟ قیاس العله، قیاس الدلاله و قیاس شبه. قیاس شبه، قیاس العله و قیاس الدلاله و قیاس شبه میگن. یعنی الحاق فرع بأصل بالحكم في علة بعلة جامعة. بالحكم الحاق الفرع بالحكم. نعم، الحاق فرع بأصل
الحاق فرع بأصل بالحكم نعم في الحكم بعلة جامعة. همین سه چیز یعنی قیاس برای قیاس کردن هم سه چیز در کن موجود. چی است؟ فرع، اصل، سونه عله جامعه. عله معناش یعنی سبب. مثلا میگیریم حاضر میگیریم مثلا پیوه حکمش چی پیوه؟ نمیابیم نه قرآن به نه سنت هم خیلی نیست نومی پیوه گفته چیز یکون جنده اومدگی صحیح بخورینده صحیح مسلمانده نیست جنده. فهمدید؟ یک چیزی که چی است این فرع میگم نومید یعنی چیزی نامعلوم برای ما حلال باشد یا همین چیز حرام باشد نامعلوم بیاید و یه چی به چای به قیاس کنه مانند کنونه میشد مانند کننده نمیشد. فهمیدید؟ یعنی پیوه ما به چه حکمش نمینیم حرام باشد و حلال باشد لیکن میبینیم که چی دارد وینده علتش یک سبب دارد که پیونده چی وینده عادات یعنی چی مست کننده ترکیبشنده چی است یعنی ماده مست کننده های آدم اگر خورد بسیار خورد چی میشد مست میشد ایدان چی بوده است مسکر بوده است یعنی مست کننده بوده است. مونده چی قرآن اند سنت اند چیز معروف مدگی چی خمر والخمر ما خامر العقل خمر حرام یعنی ما حاضر همینجا خمر برای چی حرام مست میکند یعنی معناش علت پیوه و علت خمر چی شد یک شد برای همین حاضر خمر ما با اصل یعنی قرآن سنت اومدگی پیوه فرع یعنی ما پیوه چی به خمر به میچسبونیم با چی با کدوم اساس برای که یک علت جامع علت هر دوشه جمع میکند یعنی فهمدید علت چی میکند هر دوشه جمع میکند فهمدید اینا نمیشه چی میگیم یعنی قیاس العله میگوین قیاس چی عله میگوین یعنی فهمدید قیاس چی میگوین یعنی قیاس عله میگوین فهمدید الان میخیل همجند رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت حاضر یعنی حاضر چیزی که معروف چیز واضح یعنی زینای حکمش چی حرام چیز حرام این چیز زنا حکمش چی حرام یعنی آدمی که زنا کند و چی میگیرد گناهگار میشد لیکن اگر از زنا خودش دور گرفته به طریقی حلال شهوتش قضا کند و چی میشد اجر میشد و فهمدید یعنی چی شد یعنی الحاق چی شد یعنی فرع اصل به چی بکنندم یعنی این طبعا قیاس الا نه این چی میگیم یعنی قیاس دلاله میگیم قیاس چی وای دلاله میگیم برای که دلالت یک چیز به دلالت کرد یعنی اگر گفتیم که حرام به قضا کردن گناه باشد حلال به قضا کردن چی میشد وای ثواب چی میشد یعنی اجر میشد. والحمد لله رب العالمين. قياس الدلالة قياس العلة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه